روزه نفلی. الله تعالی مسلمانان را از فضیلت روزه در غیر از رمضان محروم نکرده، زیرا که دارای فضیلت بزرگی می باشد و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم روزه 6 روز ماه شوال را سنت گذاشته و فرمودند کسی که رمضان را روزه گرفت پس از آن 6 روز شوال را روزه‌اش مانند روزه دهر خواهد بود، برابر است که پشت سر هم روزه گیرد یا متفرقه. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به روزه گرفتن 9 روز از روزهای اوائل ذی‌حجه با این فرمودشان دعوت نمودند: هیچ روزهایی نیست که عمل صالح نزد الله تعالی محبوب تر از این روزها باشد، یعنی روزهای دهگانه. گفتند ای رسول الله، و جهاد در راه الله نیز چنین نیست؟ فرمودند و جهاد در راه الله نیز چنین نیست مگر اینکه مردی با جان و مالش برای جهاد خارج شود و با هیچ یک از آنها بر نگردد. و روزه مؤکد آن روز عرفه است که روزه آن برای غیر از حاج روز 9 ذی‌حجه مهم است، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند روز عرفه گمان میکنم برای الله تعالی که کفاره گناهان سال گذشته و سال پس از آن باشد. و در ماه محرم روز عاشورا با 1 روز پیش و یا پس از آن سنت است، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و روز عاشورا گمان میکنم بر الله تعالی که کفاره گناهان 1 سال قبل باشد. و سبب روزه گرفتن این که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند و دیدند که یهود در روز عاشورا روزه میگیرند. فرمودند این چیست؟ گفتند این روز خوبی است، در این روز الله تعالی بنی اسرائیل را از دشمنشان نجات داده، پس موسی علیه السلام روزه گرفته است. فرمودند من به موسی مستحق‌تر هستم نسبت به شما، پس روزه گرفتند و امر کردند به روزه داشتنش و فرمودند اگر تا سال آینده بودم روز 9 را نیز روزه میگیرم. روزه نفلی شامل روزه ایام بیض در هر ماه نیز می شود، به دلیل آنچه که از عبدالملک ابن منهال از پدرش روایت شده که با نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بود که فرمود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به آنها امر می کرد تا روزهای بیض را روزدار باشند و می فرمودند آن به منزله روزه دهر است که همان روزهای 13 و 14 و 15 هر ماه هجری قمری می باشند. روزهای دوشنبه و پنجشنبه از هر هفته نیز سنت است، به دلیل اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اعمال در روزهای دوشنبه و پنجشنبه عرضه می شود، دوست می دارم این که عمل من در حالی که روزه دار باشم عرضه شود. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به ما بهترین روزه نفلی را نشان داده فرمودند محبوب ترین روزه نزد الله تعالی روزه داوود علیه السلام بود که 1 روز روزه می بود و روز دیگر افطار می کرد. و روزه ماه محرم فضیلت ویژه‌ای دارد که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین روزه بعد از رمضان روزه ماه الله محرم است. و همچنین روزه گرفتن در ماه شعبان نیز مستحب است. از اسامه بن زید رضی الله عنه روایت است که فرمود عرض کردم ای رسول الله، شما را ندیدم که در ماه‌های دیگر مانند شعبان روزه‌دار باشید. فرمودند این ماهی که میان رجب و رمضان است مردم از آن غافلند. این ماهی است که اعمال به پروردگار جهانیان بلند می شود. من دوست می دارم که عمل من در حالی که روزه‌دار باشم بلند کرده شود. و با وجود اجر عظیمی که الله تعالی به روزه‌داران وعده داده است، پزشکان نیز تأکید کردند که روزه برای درمان بیماری‌های زیادی مفید است و حصانت جسم و مقاومتش را تقویت می‌کند و از بیماری‌های بسیاری پیشگیری می‌کند.